یک زمان برای بار فرستادن به تاجیکستان عذاب میکشیدیم. همدیگه میگفتیم کی میرود که من فرستانم. اکنون این معما از بین رفت. زمانی ما فرا رسید. آسیا اکسپرس. شما می توانید هر چی که دارید از مسکو به تاجیکستان روان کنید با طریق ماشین های بارکشان، فورا، قطاره و هواپیما. آسیا اکسپرس 100% کفالت میدهد که بارهای شما به خانه‌تان رفته میرسند. کیلوگرم بار شما از 35 روبل روسی سر می شود. اگر رفت و بار شما به خانه کلان سالان، خانه مایوبان و صغیر خانه باشد، پس بار شما رایگان به تاجیکستان برده می شود. تلفن ها برای تماس در پایان. سراغ ما شهر مسکو، دوم ویازوفسکی پرویزد، بینای 16. مهمون که تستر و 100% کفالت. آسیا اکسپرس. لچان من گرفتم به یگان خواطر. زندگی تحفه های ناگهانی دارد. بله، امروز روبروی آینه هستم و میگویم چند سال قبل کی بوده و امروز کی شده. بله، این یک درس بود که فهمیده. اویله بود، دختری داشتم. دختر بسیار صاحب جمال بود. هر بار خواستگار می آمد رد می کرد. خواستگار می آمد رد می کرد. خود را به دیوانگی می زد و دیگر. سن و سالش به جای رسید. پدر و مادر دیگر گفتن نه، این طور نباید. خواستگاری آمد بسیار مناسب. دادن، دختر را دادن، برآورده دادن. توی گذشت خرسندی همه. شب اول داماد کاری کرده نتوانست، چون کلین خودش را به دیوانگی زد. شب دو داماد کاری کرده نتوانست، دیگر کفید. برآمد گفت پدر و مادر برای من چگونه زن داده؟ این یا دیوانه است یا جین دارد یا من نمیدانم. پدر و مادرش تصمیم گرفتند که دختر را برده میپرتایند به خانه پدر و مادرش که این دیوانه است یا جین زده است. مستفید خانه بابایشان گفت که سر و سیمه نشوید. باید یک ملا را فریاد کنم و آمده ببیند که در حقیقت گپ سر چیست. ملا را فریاد کردن. ملا وقتی آمد در آمد نزدش رو برو ایستاد، نگاه کرد. از همه خواهش کرد که بیرون براید. گفت بیرون براید. همه بیرون برآمدند. گفت دخترم تو نه جین داری و نه چیزی. من میخوام به تو کمک کنم. گپ زن. چی شد به تو؟ چی درد داری؟ عروس سرش را بالا کرد و گفت من با کارتم را از دست دادم. من دختر نیستم. ملا گفت یک لحظه. بیرون شد. خوش من خسور شوهرش انتظار که چه بپس چه میشد. ملا گفت دختر جین دارد. برای جینش را برآوردن، اما از شما باید من مصلحت گیرم. رازگی شما را باید بگیرم. جارا جین از 4 جای می براید. اینها حیران. گفت اگر به چشمانش براید چشمانش کور می شود. به شما کلین کور لازم؟ گفتم نه هرگز. اگر به گوشهایش براید دختر کر می شود. به شما کلین کر؟ گفتم نه. اگر به دهانش براید گنگ می شود؟ گفتم نه.
گفتن اگر به بکارتش براید دیگر دختر نمیماند. اینها فکر کردن، گفتن بگذار بیا به همانجا براید. روزگی دادن. ملا در آمد نزدیک الین، گفت هر گوخوری کردی چی کردی از بیعقلی چی؟ اکنون زندگیت رو خوب ادامده. دعا کرد و رفت. زندگیشان خوب شد. این گونه دیپلمات رو ببینید، این گونه معامله، این گونه. کاش میگفتیم که ملاهای ما نیز این گونه باشن که در هر یک کار، در هر یک معما یک روی حلی جالبی پیدا کنن که تو عائله ها ویران نشوند. وقتی ما دیدیم در تاجیکستان دوام صلح بیکنار بود عائله ها جدا شویش، و امروز راسته بسیار جوان ها هم میگویند که کلین کفتن دشوار است، زنی مناسب کفتن دشوار است. باور کنید چندین نامه ها میگیرند، صدها حتی، که من دختر نیستم، مرا به شوهر داده ایستادن، چیکار کنم؟ اما زیاد بار یادم هست که یک نامه را بعد از گرفته بودم که نوشته بود که من دختر نیستم، اما پس از یک ماه توی دارم. من هر یکش رو میپرسم سبب چی شد. گفت 10 ساله بودم خانمون بچه امکیمان آمد، همین طور شد. خلاصه گپ و خورد بود، او بیگناه هست، حتی خواست که دست به چی کارها نزند. اما من موضوع زیاد است، یاد دارم که چندین از روی فخر و از روی چیزی نمیگویم، اما شکر که چندین تاش را از گرداندیم از خودکشی و دیگر. اما فراموش نکنید خواهران، دختران، بکارات شما یا گفتی شما که چیست میگید، همین ناموس شما تصور نکنید برای 5 دقیقه کیفیتی که هست، من نمیدونم از بیعقلی و چیز، دیگر پدر شما سری کوچه نمی براید، دیگر برادران شما سر بالا نمی کنند، فراموش نکنید، دیگر مادر شما به معرکه نمی رود. این بسیار موضوع نازک است. یک فکری احمقانه دیگر هم است، حاضر گرد شوهر که کردی می دوزانی هست. احتیاط کنید دختران. مثالی عادی میارم، به این میگردید، به وی میگردید، به دیگرش میگردید، اما خوراک گوناگون را که چشیدید نوابسته از اونه که شما کار میکنید یا نمیکنید. بعد شوهر که کردید زندگیتون کمک دشوارتر میشه. دشواریش در چی است؟ بعد هر کجا کار میکنید، یک کوچه برایید، یک جوان میبینید که فیگورای خوشرو دارد، بگید شوهری من باید این گونه باشه. یک جوان دیگر رو میبینید که خوشرو سخن میکنه، زیبا سخن، بگید شوهری من باید این گونه. یک جوان رو میبینید که زیبا است، میگه شوهری من باید این گونه. الکی شما در انتخاب میدارید. به این خاطر مقصد ما یک است، عائله ها ویران نشوند. عائله که مستحکم شد، عائله که سالم باشد، جامعه سالم میشه. جامعه که سالم باشد، کشور دیگر همش زمین است. عائله من تنج، جامعه تنج، کشور تنج. به همان کشور تنج را تمنا داریم. خود را احتیاط کنید، در حق ما نیز دعا را فراموش نکنید. خداحافظ. هر روز یک روز نیست. ای وطن، بار اول در شهر مسکو دمی باشد مکن فکره، کمی راحت فراغت کن. پس وخوری رو برو. زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزاد من. 18 نوامبر ساعت 17 ما شما را انتظار. Если стало трудно очень. حکایه و قصه های تربیوی، نمایش فیلم. پسرم چه خیر؟ نبیرم کمون شده است؟ شکر کن. کاری دشواری تو
مастер класс ва мотивация. ваъда намегем, аммо кӯшиш мекунем то шумо аз он ҷо як қуввае бигиред ва ё ғизои маънавӣ. пас то дидор.